سلام. اومدم امروز دوباره بهتون خرید نشون بدم یه عطری رو. خب من موقعی که دانشگاه قبول شده بودم مامان بابام خریده بودن. خب این بود خیلی اون موقع دوستش داشتم. بعد وقتم میزدم میرفتم دانشگاه بچه ها میگفتن که مثلا عطر چیه و فلان این حرفا. خب دیگه پیداش نکردم توش مغازه. بعد چند وقت پیش از چت جی پی تی پرسیدم، گفتم یه عطری بود مستطیلی بود، خودش سبز بود، اسمش هم یادم نمیاد چیه، مثلا عهد دقیانوس از ایران خریدم، نباید مثلا گرون باشه. بعد عکسشو برات فرستاد، گفت عطر اجمل رو میگی عربیه، مثلا میگم عربیه، گفت من اماراتیه فکر کنم. اینو گرفتم به یاد اون موقع. بعد که بوش کردم مثلا فکر کردم مثلا وای الان یاد اون دوران میافتم، ولی نه اصلا نمیدونم سلیقه‌م یه جوری بودم. بعد نیست مردونم هست. بعد جالبه چرا بابای من باید من عطر مردونه بخرن. فکر کنم این چت جی پی تی گفت مردونه است، فکر کنم اینو بابام خودش خریده یا مثلا مامانم واسه بابام خریده، دوست نداشته دادم به من. ولی خب اون موقع خیلی حال میکردم باش. الان سلیقه‌م عوض شد، الان بعد نیست مثلا من میشه دور بزنه، خیلی خلیزه مردونه است. ولی خب جالب اینترنتی خریدم با کمک چت جی پی تی. اصلا نمیدونستم اسمش اجمله. آخه خیلی کوچولو نوشته، اون بالا نوشته اجمل. بعد اون موقع یادمه هر کی میپرسید مثلا اسم عطر چیه میگفتم نمیدونم نداره جایی، نمیدونم. بعد یکی از خریدای جزیره هم دارم رفتون نشون بدم، البته که مثلا ما تیشرت مردونه و تیشرت پسرونه هم خریدیم بهتون نشون ندادم. مثلا خریده خودم رو سعی کردم، مثلا اونو خریده من بودم، به جز اون مار عقربه به اون پارچه که مثلا گفتم آب ازش اینجوری کنی نمیریزه، اون خرید همسرم بود. حالا اون مثلا جا کلیدی خریده، جا کلیدی مثلا کرکودیل و شطور دونه 3 یورو. مثلا نشونتون بدم، مثلا دوستاش خریده. تیشرت هم برای خودش نوشته خریده که مثلا روش نوشته I love جربا. پسرونم خب مثلا لباس سنتی گرفتیم. حالا اونا بذار من چیز رو بیارم، چون کلیدیاشو بیارم. اول مال خودم نشون بدم. این کیفمه، کیف حسیریه، توشو یه چیز گذاشتم پر باشه. این خانمه گفتن که اونجا عربی و فرانسوی صحبت میکنن. بعد خانمه هم مثلا ولی خیلی آلمانی هم بلدن ها. مثلا تو هتلمون نه همه، مثلا یه سریاشون آلمانی صحبت میکنن. اصلا یه آقایی بود که تونسی بود آلمانی صحبت میکرد، اون مسئول این بود که مثلا شمارهشون همون اول میداد که اگه مثلا مشکل داریم من مثلا صحبت میکنم با هتل، اگه تو هتل مشکلی داریم مثلا نماینده بود. بعد تو رستوران هم مثلا یه سری آلمانی حرف میزدن، تو مغازه دارام یه سری آلمانی حرف میزدن، ولی خب کلا اون خانم نمیتونست دیگه با زبان پانتومی. اینو من مونده بودم بخرم یا نه، این کیف حسیره توشو پر کردم اینجوری وایسادم مونده بودیم بخریم یا نه. بعد با پانتومیم گفت خودم چیز میکنم، خودم درست کردم. بعد یهو همسرم جوگیر شد گفت بخریم، مثلا ببینه که مثلا یکی کسی کار خودشه، مثلا یه خانمی کار خودشه کرده، خیلی مثلا جوگیر میشه میگه بخریم. بعد مثلا به ما دینارامون تموم شده بود به یورو دادیم، مثلا 13 یورو میشد ما 15 یورو دادیم. اونم یورو نداشت که بده، اکثرا مثلا دارن. تو قانونش اینه که مثلا با پولتون چنج کنین و دینار بخرید، ولی خب مثلا فروشن یعنی قانونش اینه که یورو دلار اینا نخرید، یعنی ندید به فروشنده، ولی اونا دارن همه، میشه مثلا با یورو بخری، مثلا چیزی یورو داشته باشه، ولی این خانمه نداشت. این خانمه نداشت. ما با همسرم گفت ببین 13 یورو میشه، با ماشین حساب کرد، ما میدیم 15 بهت میدیم. بعد خانم خیلی مهربون بود، 2 تا آب معدنی بهمون داد، مثلا به جای تشکر میشد مثلا 6 دینار بیشتر بهش داده بودیم انگار. بعد خیلی بامزه بود اینجوری، مثلا گفت مدل دیگه هم داشت با دست مثلا پانتومیم میکرد، من خودم درست میکنم دیگه. اینو خریدیم ازش، خیلی نرمه اینجوری سفت نیست، حسیری نیست. من چرا گفتم حسیری؟ بافته، نمیدونم چی میشه، مثلا انگار مثلا حسیریه ولی مثلا بافته. خب برم چاکلیدی ها رو بیارم، بعد تیشرت ها رو من که حوصله داشته باشم میارم بهتون نشون بدم. اینو استاپش میکنم.
بعد 2 تا کفش همسرم خریده. خب اونا رو بهتون نشون بدم. خب من دوباره اومدم. اینجا کلیده رو گرفته. این یه جا ما 10 دینار خریدیم، ولی اون مغازه یاسمی که تو میدون گفتم از همه ارزون تره، اون میداد 8 دینار. اینجا پشتش نوشته 10 دینار. یه شطوره. یه دونه هم کروکودیله. چیزی آخه نشون بدم، نمیدونم چیکارش کنم. خب تیشرت میخوام بهتون نشون بدم. یه فندک هم بود. فندک رو من کجا گذاشتم؟ یه فندک هم گرفته بود همسرم. کجا گذاشتم؟ چشم نمیبینم. خب این تیشرت مال پسرمه. این هم مال پسرمه. قیمتشو یادم نمیاد. از همسرم بپرسم. من لباس سنتیشه. این کروکودیله رو میخواستم بگم بهتون. این کلا اونجا یه پارک داره کروکودیل. میری مثلا میبینی ورودیش هم وای نمیدونم چقدره. اینو شاید تو کپشن منویسم که چقدر ورودیش بود. پرورش کروکودیل میدن دیگه. فکر کنم چیز میکنن، مثلا کیف درست میکنن پوستش و اینا. 2 نوع کروکودیل داشت. مثلا یه دون تو آب بودن، یه سری تو خشکی بودن. فکر کنم 2 مدل بودن. بعد مثلا لاک‌پشته بزرگ بود. رفتیم پارکش. بعد اینو فکر کنم ویدیوهاشو دارم. هتل قبلی ویدیو درست میکنم. هتل قبلی اون عکسشو میذارم با پارک کروکودیل. بعد یه آقای بود مارگیر بود، مثلا شو اجرا میکرد. مثلا ظرف ماراش بودن، ماراشو میآورد بیرون و از این کارا میکرد. اونم خوبه. اونو اگه یه وقتی جربه رفتین حتما پارک کروکودیلش رو بریم. خب من ببینم فندک کجاست، مثلا تعجب میکنم میبینمش. اینم فندک از اینا مثلا چند تا گرفته. اینم بعد قیمتش ازش بپرسم. اینو رفتم تیشرت پسرم بیارم، گذاشتم تو کمد پسرم فندک رو. خب حالا میخوام کتونه همسرم بهتون نشون بدم. گرفته از سایت about you گرفته. about you چیز میزنه، تخفیف خوبی میزنه. این برندهای مثلا نمیشناسم، این خودم هیچی ندارم ازش. 2 جفت کتونی گرفته، هر کدومش 45 یورو. پاش چنده؟ پاش با من تقریبا یکیه، یا یه شماره از پای من کوچیک‌تر هستن. اون 40 من 41 هم. ولی بعضی کفشاش هم 41 میگیره. اینا من فکر کنم خودش این برند ندیدم. اکثرا پوما میگیره. خب این پومای رو جعبه رو به عنوان پایه استفاده کردم. خود کتونش بیرونه، پایه‌شو گذاشتم که جعبه‌شو گذاشتم پایه. اینم که ننوشتین چنده، چرا کفش نداره. 41 پای منه. 41 تازگی 41 میگیره. فکر کنم پاش وقتی میذاش کردیم بزرگتر شده، چون قبلا کفش 40 بود. الان این خوشگله جوریه. من خودم طلایی نمیپوشم. من بهش گفتم سرمه‌ای بگی، چون جین سرمه‌ای میپوشه، مثلا با شلوار جین قشنگه. بعد تیشرت رنگی میپوشه، بعد رفتیم میبینیم طلایی. خب اینا خریداش بود. تا سری بعد، خدا نگهدار.